سلام میگم به همه شما عزیزانی که توی منازل گرم خودتون منتظر دیدن برنامه زیبایی هستید که هنرهای بسیار قشنگی رو ما قصد داریم به شما آموزش بدیم. من چی بگم دیگه خانم معزز، تو رو خدا اینو ببینید. اینو خانم معزز خودشون درست کردن. این جای چیه؟ جای لوازم خیاطی و اینقدر زیبا و خوشگل رو درست کردن. من دیگه واقعا حرفی برای گفتن ندارم. شما خیلی هنرمندی. چه رنگای خوشگلی. اصلا کلا کارهای هنری واقعا جذابه و روحیه همه افراد رو یه جورایی تقویت میکنه و باعث میشه که افراد انگیزه مضاعفی برای این داشته باشن که سریع کارشون رو بکنن و بشینن سر یه کار هنری خیلی قشنگ تا یه کار زیبا هم داشته باشن. درست. بفرمایید خدمتتون هستم. خب من یه توضیحی میدم در مورد کاری که خدمت شما عزیزان میخوام آموزش بدم. اولا فکر میکنم که روز سه‌شنبه ها رو اگر اعلام بکنین که همه منتظر دیدن برنامه ما باشن و پای تلویزیون ها حضور داشته باشن، من فکر میکنم آمادگی خیلی بهتر و بیشتری هست برای اینکه انگیزه مضاعفی هم برای یادگیری یک هنر جدید داشته باشن. سه‌شنبه هفته گذشته هم شما تشریف داشتید. بله. با سفره عقد زیبایی که چیده بودیم خیلی جذاب بود. ما کلی باش عکس گرفتیم. لطف دارین شما. خب کار گلدوزی و یا دوخت‌های تزئینی روی انواع لباس میتونه کار بسیار زیبایی باشه و یادگیری بسیار خوبی رو به همراه داشته باشه. کارهایی که من آوردم انواع مانتو هست. مانتوهایی که با گلدوزی‌های خیلی قشنگی تزئین شدن. یه پارچه خیلی ساده میتونه به یه مانتو تبدیل بشه و بعد با یه کار خیلی قشنگ دست میتونه ارزش افزوده خیلی بالایی پیدا بکنه. کارها رو اگر عزیزان لطف بکنند نشون بدن من ممنون میشم که زیبایی کار کاملا به تصویر کشیده بشه. برای اینکه حالا وقتمونم خیلی کوتاه هست و من میخوام حتما یه کار خیلی قشنگم خدمت عزیزان آموزش بدم. این کاری که الان جلو دست من هست کار تورنجه که از 2 نوع دوخت فقط توی این کار من استفاده کردم. گره میخی و دوخت ساتنی. الان یه دونه از کارهایی که من کنار این کار کامل من کشیدم که انجام بدم کار دوخت برگه که در اینجا هم کارش آماده شده و عزیزان میتونن ببینن. برای دوخت این کار ما از قسمت بالا دوخت ساتنی رو اول من خدمت عزیزان میگم. یه دونه دوخت در قسمت بالا میزنیم و این دوخت رو ادامه میدیم. کاملا باید کنار همدیگه دوخت زده بشه. از نخ دمسه خیلی عالی من دارم استفاده میکنم. نخهای دمسه متفاوتی توی بازار هست. حتما باید چون کار دست ما داریم انجام میدیم از لوازم و متریالی استفاده بکنیم که رنگ دهی نداشته باشه، رنگ ثابتی داشته باشه و در نهایت کیفیت بسیار بالایی رو داشته باشه. خانم عزیز شما از 2 نوع نخ استفاده کردین. بعضی از نخ‌ها اینجوری براق هست. بله اون نخ اسمش نخ بوکله هست که در این قسمت ها الان من کار کردم از اون نخ بوکله و میتونه کار رو زیباتر بکنه و در حقیقت یک برق خیلی قشنگی روی کار ایجاد میکنه. این کار به همین صورت زده میشه و در قسمت راست کاملا این دوخت کنار هم انجام میشه که در اینجا من این دوخت رو انجام دادم. عزیزان فقط دقت بکنن کنار هم این دوخت باید انجام بشه و اریب بودن دوخت هم باید حتما دقت داشته باشن و ببینن که کارشون کاملا با ظرافت انجام بشه. اگر یه جایی رو عزیزان اشتباه کردن یا دوختاشون منظم نبود بشکافن و مجددا این کار رو انجام بدن تا کاملا دوخت یک دست و صاف بشه. خب بعد از اینکه این دوخت انجام شد پشت کار رو من الان نخم رو خارج میکنم و از نخ دیگه استفاده میکنم برای دوخت کنار. خب این دوختی که کنار کار من میخوام انجام بدم بعد از اینکه دوخت ساتنی انجام شد از قسمت بالا روی خط برگم به این شکل نخ رو میگیرم و 3 دور سوزن میچرخونم و به این شکل به زیر پارچه میبرم.
در اینجا یک گره خیلی کوچیک خیلی قشنگی روی کارمون ایجاد میشه. از کنار هم قرار گرفتن این دوخت یه سطح خیلی زیبایی رو ما میتونیم داشته باشیم که پر از این دوخت ها هستن و برجستگی خیلی قشنگی هم به کار میده. مجددا من یه بار دیگه انجام میدم. به این شکل سوزن رو به روی پارچه ما میاریم، 3 دور نخ رو به دور سوزن به این شکل ما میپیچیم و سوزن رو از این قسمت خارج میکنیم. در این قسمت من الان این کار رو کامل انجام دادم. ببینید چه سطح برجسته خیلی خوشگلی روی کار ایجاد شده و در قسمت کنار دوخت ساتن که کار بسیار ساده‌ای هست. هر وقت که عزیزان میخوان یه کاری رو شروع بکنن و انجام بدن باید از یه طرح خاص استفاده بشه. حالا طرح‌هایی که من اینجا الان روی کار استفاده کردم، طرح شاخه گل هست که از روی یک مانتو، یعنی سمت در حقیقت چپ مانتو روی سمت راست مانتو کشیده شده. در این کاری که عزیزان میتونن نشون بدن از قسمت بالا اومده و روی آستین کشیده شده. اون کاری که اونجا روی مانکن هست باز در قسمت کنار و روی آستین همینجور طراحی های مختلفی ما میتونیم بکنیم. رنگ بندی ها خیلی مؤثر هست و خیلی مهم هست توی دوختمون. من بچه‌هایی که توی آموزشگاه میان و مشغول کار میشن خیلی با ظرافت دقیقه یک بار میرم بالا سرشون و توضیح میدم براشون که دقت بکنن رنگ بندی ها رو. اینها باعث میشه که کارمون زیباتر و قشنگتر بشه. خانم عزیز از همین دو دوخت شما فقط استفاده کردیم برای توی این کار؟ بله، توی این کار فقط از همین استفاده شده، یعنی در کل این کار فقط در این قسمت هست که و این قسمت ها بله این قسمت ها هستش که باز من در اینجا دوخت رو انجام دادم. اشک هست روی کار ما، حالا یا عزیزان میتونن بچسبونن یا میتونن بدوزن و از روبان استفاده میکنن که یه شلال ساده روی این کاور میکنه در حقیقت روی مهرمون رو و به این شکل حالت میگیره که کار بسیار ساده ایه. و مابقی کار هم تمام این دوخت ها از همون 2 تا دوختی هست که استفاده شده. ما میایم اول طرح رو روی نایلون میکشیم، نایلون رو روی کارمون منتقل میکنیم به دلیل اینکه نایلون میتونه کار رو خیلی تمیز نگه داره. بعضی از عزیزان میان کپی میکنن، کپی کردن باعث میشه اون کاربن در حقیقت منتقل شده روی پارچه نقش ببنده. اولا اگر تیره باشه اون خطوط کاربن روشن هست و باز هم روی کار میمونه، ولی در این صورت که ما بیایم از نایلون استفاده کنیم بعد از اینکه کار تموم شد خیلی راحت دستمون رو روی دوخت میذاریم و این نایلون رو به این شکل از کارمون خارج میکنیم. وقتی که کاملا نایلون از بین کارمون خارج بشه تمیز و مرتب کارمون نقش میبنده. خدا شکر که این نکته رو هم گوشزد کردین خانم معزز عزیزم.